سلام به شما دوستان و همراهان کانال دانش سلاح جنگی. در این ویدیو میخوایم یک سلاح جنگی دیگر رو معرفی کنیم. لطفاً تا پایین ویدیو ما رو همراهی کنید و ممنون میشم که قبل از تماشای ویدیو ما رو لایک و سابسکرایب کنید و همینطور زنگوله رو هم بزنید. سامانه پدافند هوایی مرصاد، سامانه موشکی پدافند پیشرفته زمین به هوای ارتفاع متوسط که متعلق به نیروی پدافند هوایی ارتش ایرانه. این سامانه میتواند هواپیمای مدرن را در ارتفاع پست و متوسط منهدم کنه. از سوی دیگر وزیر دفاع ایران اشاره داشته که سامانه مرصاد در مقایسه با سامانه‌های پدافندی برد متوسط مشابه خود همانند هاک دارای خصوصیات بالاتری میباشد. همچنین مرصاد دارای تحرک زیاد، توانایی رویارویی با جنگ الکترونیک و شبکه‌ای شدن با سامانه‌های راداری و پدافندی دیگر است. اجزای اصلی سامانه موشکی مرصاد به گفته وزیر دفاع وقت به طور کاملا دیجیتال طراحی شده. شامل رادار جستجو و تعقیب هدف، شبکه‌های نرم افزاری و سخت افزاری، سکوی پرتاب و مرکز کنترل فرماندهی. موشک شاهین نسخه ایرانی موشک MIM-23 است که روی سامانه هافک نصب شده. شاهین داره سوخت جامد تک مرحله‌ای با 8 بالچه روی خود که بالچه‌های عقبی مستطیلی شکل متحرک بوده و وظیفه حرکت موشک را به سمت جلو دارند. شاهین داره یک آنتن صفحه تخت است که کارایی بیشتری از آنتن دیش مانند نسخه قدیمی دارد و از عناصر دیجیتال استفاده می‌کند. برد موشک 50 کیلومتر و سرعتش به 3 ماخ میرسد. موشک دیگر این سامانه به نام شلمچه است. این موشک برد کمتری نسبت به شاهین دارد و بردش به 40 کیلومتر میرسد و سرعت موشک 2.7 ماخ اعلام شده. رادار کاوش بر اساس رادار هافک با همان شکل هلالی ساخته شده که پشت سر یک کامیون قرار گرفته و این نسخه کاملا متحرک بوده و دارای کانکس فرماندهی است. از این رو میتوان به راحتی به عنوان یک رادار جستجوی خارج از شبکه مرصاد نیز در هر جا استفاده کرد و برد آن 150 کیلومتر است. یک رادار جستجوی دیگر به نام جویا برای این سیستم طراحی شده. این رادار برای جستجوی ارتفاع پست ساخته شده. گفته شده این رادار توانسته اهدافی را در ارتفاع 30 متری زمین را نیز کشف کند. رادار هادی رادار هدایت آتش مرصاده. این رادار بر اساس الگوی آمریکایی MPQ-46 ساخته شده. این رادار توان درگیری همزمان با 2 هدف و عبارتی هدایت 4 موشک به سمت 2 هدف را دارد. جدیدترین نسخه از سامانه موشکی مرصاد تحت عنوان مرصاد 16 توسط نیروی مسلح ایران آزمایش شد که در این سامانه با نسل قبلی خود در مواردی همچون تاکتیکی یا متحرک شدن همه قسمت این سامانه با نصب شدن بر روی کامیون، رادارهای جدید مانند حافظ و نجم 804 و به کار بستن لانچر یا پرتابگر جعبه‌ای برای موشک‌های مد نظر و به کارگیری موشک جدید شلمچه در سامانه مرصاد 16 میتوان نام برد.